دوستان در گفتگوی این هفته پیک شادی صحبتی داریم در رابطه با یکی از محصولات نظام که واقعا مال خود نظام هستش و هیچ جای دیگه در دنیا شما چنین تولید و محصولی رو نمیبینید. بابک فکر کنم خودت بگی که این محصول چیه. بله. خوبه به رسم قدیم مثل 20 سوالی که این ببینیم این تولید 100% نظام چیه. مثل سوالای 20 سالی قدیم بود. مثلا من بپرسم جانداره، نمیدونم منقوله، تو جیب جا میشه، کدوم باشه؟ حالا ما چون دیگه وقت نداریم از 20 سوال میایم بیرون. این موجودی که ما میخوایم راجعش صحبت کنیم یک جانداری است به نام حسن عباسی. البته پرداختن به حسن عباسی یعنی چوب زدن به مرده. حالا چرا ما 6 7 دقیقه میخوایم سرش وقت بذاریم؟ این مثل این بیماری‌های مهلک هستن. نظام آخوندی بیماری مهلک دیگه. بعد میان یه ویروسش رو میگیرن میبرن آزمایشگاه بررسی کنن. این ویروس یعنی نمونه اون بیماری مهلک رو ببرید بررسی کنید. این میکروسکوپ هم نمیخواد چون داد میزنه وضعیتش. میشه از وضعیت این به کلیت نظام آخوندی پی برد. برای همین میخوایم یک 6 7 دقیقه بهش بپردازیم. ببینیم این تولید 100% داخلی چی هست. البته این تولید 100% نظام از همه چیز هم سررشته داره. از سینما بگیر تا ورزش، از هنر بگیر تا تلسکوپ جیمز وب، راجع به همه چی نظر داره و نظریه داره. نه سررشته نداره، تو همه چی فضولی میکنه. داستانش همون شعر هست، آن کس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد همینه. این نه تنها میمونه، بیشتر هم میشه هر روز جهل مرکب میشه. ببین زمانهای قدیم که احتمالاً یاد من نمیاد، یاد تو هم نباید بیاد. اون موقع یکی بود آرایشگر بود، دندونم میکشید، نلبندی هم میکرد. البته اون با شرفی بود، کار میکرد. این حسن عباسی مثل اوناست، چون تنلشه کار نمیکنه، فقط وراجی میکنه و حرافی. شغلش همینه. خودش هم دکتر معرفی میکنه. این رقبا عاشقی نام دعوا دارن دیگه، تو این عالم بیشعور و آدمای خامنه‌ای دعوای چیز رقابتی هم هست. یه روز گفتم بابا این اصلا دکتر نیست، رفقای خودش. جواب اونا رو توی یه کلیپی داد. اگه موافق باشه کلیپ رو ببینیم از زبون خودش که تو میخواد رشتهشو بگه، بعد ادامه بدیم. اگه وجود داشتید بحثای عباسی رو نقد میکردید. من تا زمانی که ممنوع تصویر شدم به مدت 3 سال کارشناس اول تلویزیون بودم. یعنی سال 80 81 82 از دست همین آقای لاریجانی جایزه ویژه تلویزیون تو بحث کارشناسی گرفتم. اگر یک کسی فقط میاد ادبیات میگه، یک کسی فقط سیاست میگه، یک کسی فقط اقتصاد میگه، یک کسی فقط کلام میگه، ما فقط مونده بود فردوسی پور یه شب نیاد ما جاش بریم فوتبال بگیم، اون خانومم نیاد آشپزی بگه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اونور دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. بله. داره باز به زبان اشهدش میگه که تلویزیون رژیم تلویزیونی داره، یه سری کارشناس داره مثل این که تویش رشته تخصص فقط برنامه پر میکنه، اصلا مهم نیست چی میگن، فقط باید بشینن و حرافی کنن. خودش هم که معرفی کرد دکترینیره، دکترین مینویسه. حالا من نمیدونم مثلا تلفظش هم درست گفت، خودش میدونه چی گفت، از حفظ گفت، از رو خوند. حالا ببین من این حسن عباسی رو میبینم یا رفیقاش مثل رائفی پور و سعید قاسمی و کل همه دم دستگاهشون، یاد اون جمله قصار مرحوم انیشتین میفتم. مرحوم انیشتین گفته بود که 2 چیز انتها نداره، یکی کائنات، یکی هم بیشعوری و حماقت بعضی از انسان‌ها. بعد تاکید کرده بود که اولی یعنی کائنات ممکنه داشته باشه، ولی رو دومی مطمئنم یعنی بیشعوری بعضی از انسان‌ها مثل حسن عباسی انتها نداره. شاید این صحنه رو میدید انیشتین. ای کاش عمرش به دنیا بود و اثبات تئوریشو در وجود این جاندار میدید که واقعا انتها نداره، چون هر دفعه یک موضوعی رو میکنه این. بله. البته این کارشناس همه فن حریف نظام در زمینه‌های مختلف نظر میده. حالا رفته بود اخیراً سر فوتبال. سوال اینه که چی شد به فوتبالیستا پرداخت و نظریه راجع به اونا میده. گفت دیگه، گفت دورانی که لاریجانی بود فقط فوتبال تفسیر نکرد. عقده اون به دلش مونده بود، رفت فوتبال هم صحبت کرد. حالا ببینیم سر فوتبال چی گفته. صحبت‌های خودش هم جالبه. این تیکه فوتبالش هم بذاریم. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداریم. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه. یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. بله. بابک میگم اگه میگفتن با مصلح اجتماعی و فوتبالیست و چادر یک جمله بسازیم و اینو میدادن به کامپیوتر تمام تنظیمات اولیه‌اش میریخت به هم. آخه کامپیوتر باید جمله معقول بسازه، چرت و چولا که نمیسازه. مطمئنه حتما که
به هم میریزه. حالا ارتباط این سه تا با هم چی است که این فوتبالیست و چادر اینا ما نفهمیدیم. حالا از این که بگذریم، یک تزی هم داره سر اقتصاد جهانی، اون هم خیلی جالبه. میگه دیگه دکترینیانه، دکترین مینویسه. این دیده علم اقتصاد جهانی در حال سقوطه، اونجا هم افاضاتی کرده این علمو نجات بده. سر اقتصاد هم تئوریشو گوش کنیم که جالبه. عزیزان میدونید چرا هر روز گرونتر میشه؟ کسی هم تو دنیا نمیتونه کاری کنه. همه جای دنیا داره گرون میشه، بیشتر از همه تو خود آمریکا. چون ثروت تولید شده یه کاسته ماسته. اینو اگه بریزی توی پارچ یا یه تنگ میشه دوغ. اما اگر یه تشت بزرگ آوردی، اینو بریزی نمیشه دوغ، یه آب سفیدیه. بریزیش تو حوض که دیگه هیچ، تو استخر که هیچ. چه ضرورتی داره؟ اصلا چه ضرورتی داره مبنای اقتصاد ما دلار باشه؟ مملکت باید ورداره هرچی فارغ التحصیل دکتراست ببره ببندشون به گاری، بریزشون بیرون. میخوای اقتصادت حل بشه، هرچی کتاب علم اقتصاد غربی و هرچی فارغ التحصیل علم اقتصاد غربی ریش و پشمو و نمیدونم چادر مقنعه‌ای و لیبرالش از این اقتصاد بریز بیرون، مشکل حل میشه. بله خیلی ساده توضیح داد، کل اقتصاد با یه کاسه ماز و یه تشت آب توضیح داد. بعد گفت همه اقتصادانو ببندیم به گاری. وسایل کمک آموزشی هم آورده، یک کاسه ماست و یه تشت. ببین اینو نمیخوای بدی کامپیوتر چک کنه جمله‌شو؟ دیگه اگه این حرفایی که من میبینم اگه بدی به کامپیوتر، کلا کامپیوترها در دور خارجه. ولی با این حساب من سوالم اینجاست، چرا بنیاد نوبل به چنین آدمی که با یه کاسه با یه لیوان ماست، با یه تشت آب معضلات بزرگ اقتصاد جهانی رو حل میکنه، نوبل نمیدن؟ واقعا حقشو خوردن. و یه گاری برای بستن یه گاری. ببین حالا سوال بعدیم اینه، یه همچین آدمی کنار دست خامنه‌ای و رئیسی هست، میگن آب در کوزه و اونا تشنه لبان، چرا اینجوری مثل الاغ تو خر و الاغ توی اقتصاد گیر کردن؟ حالا البته معذرت میخوام از الاغ که نباید با خامنه‌ای مقایسش کنم، مثل خود خامنه‌ای و رئیسی تو گل گیر کردن. چرا از این ذخیره نظام که به این سادگی معضلات جامعه بشری داره حل میکنه استفاده نمیکنن؟ بیشتر میفرستنش بساط پهن کنن، مثل مارگیرا عربده بکشه و داد و هوار بکنه. این سوال جای سواله. حالا جالب اینجاست که گفتم دیگه، این برای اینکه جوگیر بشه یه تریبون میخواد، یه سالن، یه تعداد آدم بیشعورتر از خودش. تو یکی از این سخنرانیاش یک نفر با شعور مثل زیرسیاجی وارد میشه، مثل قطب مثبت که میخوره به منفی جرقه میزنه. ببینید وجود یه آدم با شعور در جلسه سخنرانی حسن عباسی چه موضوعی ایجاد میکنه. اینم کلیپشو ببینیم ادامه میدیم. اون چیه گردن؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. این چیه گردن؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. چرا قرمز آب پرسپولیسی؟ شومن 4 تا اقتصاددان اسم ببر. اینا یک چیه؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. اومدی دانشگاه 4 تا اقتصاددان اسم ببر. عملاً کسی که با پیرن خاکستری کراوات قرمز میبنده با آستینگر، اون شومن خودشون. شما تمرین تئاتر میکنی؟ شما تئاتر تمرین میکنی؟ گرد 4 تا اقتصاددانه. اجازه بدید یه ذره حس خوبی بهش دست بده. بنده خدا تمرین تئاتر میکرده، کراوات قرمز بسته. خب بله بابا، ظاهرا خب بالاخره 4 تا اقتصاددان اسم میبرد دیگه، اینقدر مشکل حل میشد تو اون صحنه. بله ببین، تو فکر کنی این سوال ساده ای از حسن عباسی؟ ببین اگه مثال بزنم من که جا بیفته، اگه یه آدم ورداره با یه سنگ گردو بشکنه چیز عجیبیه؟ نه. ولی اگه یه میمون بره یه سنگ پیدا کنه بزنه گردو بشکنه، وایرال میشه، تمام دانشمندان میگن یه بارقه هایی از شعور در میمون دیده شد. این سوال جلوی حسن عباسی مثل همون سنگ است دست میمون، هیچگاه جواب بهش نخواهد داد، نه خودش نه رفقاش، راهی پور جمع همیشه نمیتونن. این نمیذاره بارقه‌ای هم دیده بشه. اینقدر این سوال سخته که این حاضر جوابش رو نمیدونه که حاضر 10 دقیقه سکه یه پول بشه، دلغک بهش بگن، شومن بگن، این سوال جواب نده. حالا از این حرفا بیان بیرون. چرا حسن عباسی؟ ببین حسن عباسی واقعا تولید داخلی این رژیمه. رژیم یعنی همینا، یک مشت لات و لومپن وراج شارلاتان پشت امنداز که همشون هم سرجم میشن تو بیت خامنه‌ای، که چون خامنه‌ای هم خودش مثل اینا وراج و حراف و شارلاتانه، چون اونم چه تخصصی داره جز روزه خونی. برای همین اگه میخوای ماهیت نظام آخوندی رو در ساده ترین شکل ببینی، بگی تولید این نظام شده همین حسن عباسی، وراج، حراف و شارلاتان. البته یه تخصص داره،
من قبول دارم. آدم کشی و غارت، این تخصص ویژه ایناست. امیدوارم تونسته باشیم حق مطلب رو که نه، چون اون که خیلی بیشتر از یه برنامه میخواد، در حد همین 7-8 دقیقه بیان کرده. بله خیلی خیلی خوب بود. تشکر می‌کنیم بابک از تو و باز هم در برنامه‌های دیگه با تو خواهیم بود.